اگه تو بازار مالی کسی تو رو دعوت به سودای بزرگ کرد و از ضرراش حرفی نزد، یا دروغگوه یا حرفه‌ای نیست. قبل از وارد شدن به بازار مالی باید اینو بپذیری که چیزی به اسم ضرر کردن هم وجود داره، اما تو آموزش میبینی که مدیریت ریسک و سرمایه درست رو یاد بگیری تا بتونی کاری کنی که سودهات از ضررات بیشتر بشه. اینطوری میشه که تبدیل به یه تریدر حرفه‌ای میشی. تو کامنت ها برام بنویس که سودات بیشتره یا ضررات. اگه تو بازار مالی کسی تو رو دعوت به سودای بزرگ کرد و از ضرراش حرفی نزد، یا دروغگوه یا حرفه‌ای نیست. قبل از وارد شدن به بازار مالی باید اینو بپذیری که چیزی به اسم ضرر کردن هم وجود داره، اما تو آموزش میبینی که مدیریت ریسک و سرمایه درست رو یاد بگیری تا بتونی کاری کنی که سودهات از ضررات بیشتر بشه. اینطوری میشه که تبدیل به یه تریدر حرفه‌ای میشی. تو کامنت ها برام بنویس که سودات بیشتره یا ضررات.